نظافت ډېر خیال ساتئ. نظافت ایمان جز دی. خواست وزیر داخلی طالبان بر توجه روی نظافت نیروهای این گروه. حقانی از نیروهای طالبان خواست تا نظافت را مراعات کنند. 2 سال پس از ترور یما سیاوش، دیدبان حقوق بشر از دادگاه کیفری بین المللی خواست تا در مورد تحقیق کند. ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان. بسته 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. و ایلان ماسک میگوید که حساب‌های جعلی در توییتر برای همیشه بسته خواهند شد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان از جنگجویان این گروه خواسته است تا نظافت را مراعات کنند. سراج الدین حقانی این درخواست را روز دوشنبه 16 اکرب طی نشست با نظامیان گروه طالبان مطرح کرده است. حقانی گفته است نظافت جز ایمان است، مراعات کنید و عطر معطر هم بزنید. مشخص نیست که حقانی این اظهارات را در کدام نشست مطرح کرده است، اما نظر به تصاویر نشر شده او در میان جمع از مردم و نیروهای طالبان سخن میزند. نظافت ډېر خیال ساتئ. نظافت ایمان جز دی. دا خوان دی کې چې موږ تاسو او اسانګر کې خوان کو څنګه خړ وای. اوس خوان نه خیر دی لکه ځون ګوته تراوي. او کثره ده. این در حال است که طالبان به تازگی برای نظم بخشیدن به نیروهایشان یونیفرم مشخص را برای آنان در نظر گرفتند. شیوه پوشش و ظاهر طالبان یکی از موارد است که همواره توجه مردم را به خود جلب می‌کند. دیدبان حقوق بشر بیانیه به مناسبت دومین سال ترور یما سیاوش منتشر کرده و از دادگاه کیفری بین المللی خواسته به تحقیق درباره قتل او، حمله به خبرنگاران و دیگر غیر نظامیان اولویت دهد. 2 سال پیش یک ماین جاسازی شده در موتر حامل یما سیاوش و همکارانش منفجر شد و جان 3 نفر را گرفت. دیدبان حقوق بشر با اشاره به آغاز دوباره تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان از این دادگاه خواسته است پژوهش درباره کشتار غیر نظامیان در این کشور را در اولویت‌های کاریش قرار دهد. قتل یما سیاوش مجری مشهور تلویزیونی در دوره انجام شد که زنجیره از حملات سرسام‌آور جان خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان را هدف قرار میداد. بر اساس گزارش سازمان ملل در بین سالهای 2018 تا 2021 دست کم 33 متخصص رسانه‌ای افغانستان کشته شدند. طالبان و گروه‌های مرتبط با داعش مسئولیت بسیاری از این حملات را پذیرفتند، اما برخی از حملات مثل حمله‌ای که منجر به کشته شدن یما سیاوش شد نامعلوم باقی مانده است. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان اعلام کرده است که یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل رسیده است. این بانک روز دوشنبه 16 اکرب با نشر رشته توییت‌های گفته است که در ادامه سلسله کمک‌های بشردوستانه کشورها یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به افغانستان رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است. این بانک از ورود اسعار از هر طریق اصولی و قانونی استقبال کرده و از جامعه جهانی خواسته است تا کمک‌های خود را از طریق سکتور بانکی انجام دهد. این در حال است که در طول 7 روز اخیر این سیومین بسته کمکی 40 میلیون دلاری است که به کابل میرسد. گفتنی است که طالبان تاکنون در مورد چگونگی مصرف این پولها به شهروندان افغانستان معلومات ندادند. ایلان ماسک میگوید که حساب‌های جعلی در توییتر برای همیشه بسته خواهند شد. ایلان ماسک رئیس شرکت تسلا که به تازگی توییتر را نیز خریده است، اعلام کرد که توییتر حساب‌های جعلی را که بدون ذکر سریع این موضوع در این شبکه فعالیت می‌کنند بدون هیچ هشدار برای همیشه خواهد بست. مالک توییتر تاکید کرده این شبکه در حال انجام راستی آزمایی‌های گسترده در مورد حساب‌های موجود است و هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت. ایلان ماسک پس از آن که توییتر را خریداری کرد، اعلام کرد که حساب‌هایی که تک آبی دارند باید ماهانه $8 پرداخت بکنند که با موج از انتقادهای بین المللی نیز به همراه شد.